سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع فرمولای تریگونومتری نصف کنج را دیده میبریم. اگر با ما در ifade ها سینوس الفا تقسیم دو، کوسینوس الفا تقسیم دو، تانگنس یا کاتانگنس خود الفا تقسیم دو داده شده باشد، ما آنها را حرکت میکنیم که به آرگومنت الفا تبدیل دهیم. یعنی که برای آن که ما به الفا تقسیم دو رو، یعنی که آرگومنت نصف رو با الفا تبدیل دهیم، یک چند فرمولای اساسی رو باید دانیم. یعنی در فرمول یکم چنین فرمول جای دارد که کوسینوس الفا این برابر است با کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم دو که در اینجا الفا تقسیم دو آرگومنت نصف رو میبازد. هنگامی کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو جمع سینوس کوادرات الفا تقسیم دو بودن، ما عدد یک را حاصل میکنیم. به جای یک این را گذاشتن ممکن این فرمولا عینیتاً برابر می باشند. طرفی راست به طرف چپ و طرف چپ به طرف راست برعکس برابر است. فرمول یک و دو رو یک جای کرده جمع نموده، ما فرمول سه را نیز پیدا میکنیم. یعنی که هنگامی دو این فرمول های تریگونومتری آرگومنتش نصف رو جمع کنیم و ما دو کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو برابری یک جمع کوسینوس الفا یا خود دو سینوس کوادرات الفا تقسیم دو با یک مینوس کوسینوس الفا پیدا می شود. این چنین فرمول چهارم جای دارد. هنگامی کوسینوس الفا تقسیم دو با ما داده شدن، ما می توانیم به جای این ifade چنین نویسیم: پلوس مینوس ریشه کوادراتی از یک جمع کوسینوس الفا تقسیم دو یا اینکه سینوس الفا تقسیم دو برابر است به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از یک مینوس کوسینوس الفا تقسیم دو. و این چنین فرمول ششم نیز جای دارد. تانگنس الفا تقسیم دو این برابر است به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از یک مینوس کوسینوس الفا تقسیم یک پلوس کوسینوس الفا می باشد که این همه این فرمولهای تریگونومتری نصف کنج نام دارند. بیاید خوانندگان عزیز بعضی این فرمولا را همراه شما اثبات نموده و استفاده بر این فرمولا ها را با مثال های دیگر دیده میبریم. بیاید اثبات میکنیم فرمول یکم را در اول. اثبات فرمول یکم. برای اثبات کردن فرمول یکم چنین تبدیلات میگذاریم. یعنی ما میدونیم که در اساس فرمول آرگومنت دوچنده کوسینوس دو الفا این برابر است با کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا. این فرمول اساس به حساب می رود. فرمول این رو با اساس گرفته ایستاده کوسینوس الفا را چنین تبدیل می دهیم. کوسینوس الفا این با ما اساس می باشد برابر است با کوسینوسی از بس که با ما آرگومنت نصف لازم است، بنابراین همین دو ضرب الفا تقسیم دو می نویسیم. یعنی در نتیجه با ما کوسینوسی کوادرات الفا تقسیم دو مینوس سینوسی کوادرات الفا تقسیم دو حاصل می شود که ما باید این فرمول رو اثبات کردن ما لازم بود که این اثبات کرده شد. یعنی خیلی اثبات کردن این فرمول نهایت درجه ساده می باشد. ما فرمول آرگومنتش دوچنده رو استفاده بردیم. بیایید اکنون فرمول 4 رو اثبات میکنیم. اثبات فرمول 4. در فرمول 4 با ما اومده است کوسینوس الفا تقسیم دو این برابر است به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از یک جمع کوسینوس الفا تقسیم دو. که برای اثبات کردن این فرمولا ما پیش از همه باید اثبات کنیم که کوسینوس الفا به طرف راست جمع پلوس مینوس این ifade برابر است. این خیلی ساده از همون فرمول یکم برمی آید. ساده میکنیم. ما می نویسیم این فرمول 4 در اساس فرمول 1 اثبات کرده می شود. چنین می نویسیم کوسینوس الفا این برابر است با کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم دو. یعنی کوسینوس الفا در این حالت برابر می شود. اکنون خیلی که از این ifade معلوم است با ما کوسینوس الفا لازم یا اینکه کوسینوس الفا تقسیم دو برای بنابراین سینوس کوادرات الفا تقسیم دو رو موافقاً با عینیت اساسی تریگونومتری فرمول دو رو نیز استفاده برده با دیگر نمود می نویسیم. کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو مینوس در داخل قوس با جای سینوس کوادرات الفا تقسیم دو می گذاریم یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا تقسیم دو.
یعنی این معنای اون رو دارد که وقتی که ما از اینجا کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 رو میابیم این با 1 تقسیم سینوس کوادرات الف تقسیم 2 برابر است یا اینکه برعکس سینوس کوادرات الف تقسیم 2 این با 1 مینوس کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 برابر است. بنابراین ساده میکنیم کوسینوس الف برابر است با کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 مینوس 1 مینوس رو به مینوس ضرب کنیم جمع حاصل می شود کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2. در نتیجه کوسینوس الف برابر است از بس که در این ifade کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 دو نسخه یعنی که دو مراتب جمع شده ایستاده است بنابراین 2 کوسینوس کوادرات الف تقسیم 2 می نویسیم مینوس 1 یا اینکه مینوس 1 رو به طرف راست گذراندن ممکن است یعنی ما این رو نیز اجرا میکنیم یعنی حاصل میکنیم 1 جمع کوسینوس الفا این برابر با 2 کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 برابر است. از این فرمولا از بس که به ما کوسینوس الفا تقسیم 2 لازم است بنابراین از ifade زیرینی داده شده میابیم کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 رو یعنی حاصل میکنیم 1 جمع کوسینوس الفا تقسیم 2. هنگام یافتن کوسینوس الفا تقسیم 2 خیلی که در اینجا کوادرات موجود است ریشه کوادراتی حاصل می شود و جمع ترک یک باره حاصل می شود. برای آنکه عددی منفی را کوادرات برداریم و عددی مثبت را به کوادرات برداریم همون یک ifade یا عدد حاصل می شود. پس این گفتار را اجرا می کنیم کوسینوس الفا تقسیم 2 این برابر است به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از 1 جمع کوسینوس الفا تقسیم 2. خیلی که می بینید فرمول چهارم خیلی با طرز قلای و آسان اثبات کرده شد. اناکن خوانندگان عزیز همه این فرمول‌های در زیر آورده شده را ما با مثال‌های دیگر دیده می‌بریم. اناکن مثال‌ها را دیده می‌بریم. یعنی در مثال یکم طلب کرده می‌شود که قیمت سینوس پی تقسیم 12 حساب کرده شود و در مثال دوم باشد اگر کوسینوس الفا به 0.8 برابر باشد و الفا کلان از 0 یا خرد از پی تقسیم 2 داده شده باشد آنگاه تانگنس الفا تقسیم 2 یافته شود. در اینجا الفا کلان از 0 خرد از 90 گرادوس این 4.1 یکم را تشکیل می‌دهد یعنی در 4.1 یکم واقع است. شروع می‌کنیم برای حل کردن مثال یکم یعنی برای حساب کردن سینوس پی تقسیم 12 پیش از همه ما باید دانیم که این کنج در کدام چهارک واقع است یعنی از بس که سینوس پی تقسیم 2 این کنجی در چهارک یکم واقع است یعنی سینوس پی تقسیم 12 پی قیمت کنجی گرادوسی اون به 180 برابر است 180 رو به 12 تقسیم کنیم عددی 15 حاصل می شود این قیمت در چهارک یکم واقع است کلان از 0 می باشد. این مفهوم را دانسته می نویسیم که سینوس الفا تقسیم 2 این برابر بود به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 2. این فرمول رو استفاده میبریم به جای الفا تقسیم 2 ما بر پی تقسیم 12 برابر است. موافق این فرمول می نویسیم سینوس پی تقسیم 12 برابر است به پلوس مینوسی از بس که سینوس پی تقسیم 12 کلان از 0 می باشد بنابر همین علامت مثبت آن را می گیریم یعنی ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس از بس که در اینجا الفا موجود است و این کنج را به 2 ضرب کرده شده است بنابر همین 2 ضرب پی تقسیم 12 می نویسیم تقسیم 2. اناکن قیمت این ifade را موافقاً ساده می کنیم برابر ریشه کوادراتی از 1 مینوسی کوسینوس 2 ضرب پی تقسیم 12 به مو پی تقسیم 6 تقسیم 2 در نتیجه به مو حاصل می شود ریشه کوادراتی از 1 مینوسی کوسینوس پی تقسیم 6 این به مو ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 را می دهد تقسیم 2. اناکن حساب می کنیم یعنی ریشه کوادراتی به صورت مخرج عمومی می دهیم 2 مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 باز تقسیم 2 یا اینکه ریشه کوادراتی از
این ifade رو به دو تقسیم کنیم یعنی حاصل میکنیم 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 ضرب جایش رو چپه میکنیم 1 تقسیم 2 حاصل میشود. این برابر است به ریشه کواdraتی از 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3. صورت رو با صورت ضرب میزنیم مخرج رو با مخرج ضرب میزنیم 4 حاصل میشود. در نتیجه ریشه کواdraتی از 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم از عددی 4 ریشه کواdraتی 2 حاصل می شود. یعنی قیمت عددی سینوس پی تقسیم 12 برابر شد با ریشه کواdraتی از 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2. اکنون شروع میکنیم برای حل مثال دوم. در مثال دوم چنین آمده است اگر کوسینوس الفا به 0.8 برابر باشد که در اینجا الفا در چارک یکم واقع است قیمت تانگنس الفا تقسیم 2 یافته شود. یعنی خیلی که موافق فرمولایی که در پایان نوشته بودیم تانگنس الفا تقسیم 2 این برابر است به پلوس مینوس ریشه کواdraتی 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 1 پلوس کوسینوس الفا. موافق این فرمولا قیمت تانگنس الفا تقسیم 2 رو میابیم. از بس که در چارک یکم تانگنس الفا تقسیم 2 مثبت می باشد بنابراین علامت مثبت آن را می نویسیم. یعنی تانگنس الفا تقسیم 2 برابر است به ریشه کواdraتی از 1 مینوس کوسینوس الفا. و جای کوسینوس الفا ما قیمت عددی آن که داده شده است می گذاریم به 0.8 یعنی 0.8 تقسیم 1 جمع 0.8 برابر است به ریشه کواdraتی 1 مینوس 0.8 این به 0.2 تقسیم 1 جمع 0.8 این به 1.8 برابر است. ساده میکنیم هنگام 0.2 رو با 1.8 تقسیم کردن با ما 1 تقسیم 9 حاصل می شود که ریشه کواdraتی از 1 تقسیم 9 با 1 تقسیم 3 برابر است. یعنی تانگنس الفا در این حالت در چارک دوم در چارک یکم تانگنس الفا تقسیم 2 در چارک یکم برابر شد با 1 تقسیم 3. شروع میکنیم به حل مثال های سوم و چهارم. در مثال سوم چنین آمده است یعنی سینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 رو باید ساده کرد. یعنی قیمت این کسر رو ifade این کسر رو ساده میکنیم موافقاً با فرمولای ارگومنت نصف. حل میکنیم حل سینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2. برای ساده کردن این ifade ما باید پیش از همه سینوس الفا رو تبدیل دهیم. یعنی سینوس الفا رو موافقاً با فرمول ارگومنت نصف چنین نوشته ممکن است. یعنی سینوس 2 ضرب الفا تقسیم 2 تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 برابر. اکنون صورت کسری داده شده را موافقاً با فرمول دوچند میکشویم که ارگومنت آن نصف می باشد با الفا تقسیم 2 برابر است. یعنی 2 سینوس الفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 این برابر است به کوسینوس الفا تقسیم 2 با کوسینوس الفا تقسیم 2 اختصار کرده می شود. عددهای 2 و 2 هم اختصار کرده شده و ما سینوس الفا تقسیم 2 باقی میماند که نتیجه آخران این مثال سینوس الفا تقسیم 2 به حساب می رود. اکنون در مثال چهارم آمده است که اثبات کنید که سینوس الفا برابر است به 2 تانگنس الفا تقسیم 2 تقسیم 1 جمع تانگنس کوادرات الفا تقسیم 2. یعنی در این ifade ما باید اثبات کنیم که طرف چپ به طرف راست برابر است یا به طرف راست به طرف چپ آن برابر است که آن را موافقاً چنین اثبات میکنیم. برای اثبات کردن این فرمولا ما عینیت‌های اساسی تریگونومتری فرموله دوچند ارگومنت فرموله کنج نصف را استفاده میبریم. بگذار سینوس الفا چنین نوشته شده باشد سینوس الفا تقسیم 1 می نویسیم. سینوس الفا را هنگامی با 1 تقسیم کردن باز سینوس الفا حاصل می شود. اکنون سینوس الفا را موافق ارگومنت نصف و دوچند آن چنین نوشته ممکن است. یعنی سینوس 2 ضرب الفا تقسیم 2 تقسیم 1 را باشد
همچون عینیت اساسی تریگونومتری و آرگومنتش نصف چنین می نویسیم، یعنی سینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 جمع کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 برابر و موافقاً سینوس 2 ضرب آلفا تقسیم 2 رو میکشویم، یعنی 2 سینوس آلفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس آلفا تقسیم 2 حاصل می شود. تقسیم سینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 جمع کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2. اناکنون خیلی که از این برابری معلوم گردید با ما در صورت و هم در مخرج تانگنس آلفا تقسیم 2 لازم است. بنابر همین هم صورت کسر و هم مخرج کسر رو با کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 تقسیم میکنیم، یعنی که به حساب میگیریم که کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 نو برابر 0 است، یعنی کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 و هم تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 این برابر است. در اینجا کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 نو برابر 0 است، یعنی هنگام این ifade رو به این ifade تقسیم نمودن چنین ifade رو حاصل میکنیم. 2 سینوس آلفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس آلفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 و برابر عیناً مخرج رو با کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 تقسیم نمودن با ما حاصل می شود سینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 جمع کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 برابر. اناکنون صورت کسر و مخرج کسر رو در علایدگی تبدیل می دهیم، یعنی کوسینوس آلفا تقسیم 2 با کوادرات اختصار می شود و در نتیجه 2 ضرب سینوس آلفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس آلفا تقسیم 2 باقی میماند. در مخرج باشد هنگام سینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 با کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 تقسیم نمودن با ما از روی عینیت تریگونومتری تانگنس کوادرات آلفا تقسیم 2 حاصل میگردد و جمع کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 بر کوسینوس کوادرات آلفا تقسیم 2 یک حاصل می شود، یا اینکه 2 ضرب سینوس نصف و کوسینوس نصف رو تقسیم نمودن تانگنس نصف کنج حاصل می شود، تقسیم جای یک و تانگنس کوادرات نصف رو عوض نماییم یک جمع تانگنس کوادرات آلفا تقسیم 2 برابر کرده می شود که توقع کرده شده بود که سینوس آلفا برابر است به 2 تانگنس آلفا تقسیم 2 تقسیم یک جمع تانگنس کوادرات آلفا تقسیم 2. این است مثال 4. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در اینجا 3 سپارش داده شده است. در سپارش یکم گفته می شود که قیمت عددی ifade ها را یابید، یعنی در اینجا ifade A و ifade B جای دارد که موافقاً آنها را با واسطه فرمولای آرگومنتشون نصف آنها را باید اجرا کرد. و در سپارش دوم باشد اگر آلفا کلان از 0 و خورد از پی تقسیم 2 باشد و کوسینوس آلفا به 0 از 6 برابر باشد آنگاه قیمت سینوس آلفا تقسیم 2 رو حساب کنید. و در سپارش سوم باشد اثبات کنید که اگر آلفا کلان از 0 و خورد از پی تقسیم 2 باشد آنگاه ریشه کوادراتی از 1 جمع سینوس آلفا مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس سینوس آلفا برابر می شود به 2 سینوس آلفا تقسیم 2. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.